سوادش بیشتر بود، الان چقدر من جایگاهم رو می‌برم. وای اگر من همسرم بهم اجازه میداد یه سری کارها رو بکنم، الان چقدر من جلو بودم. ما زمانی که دیگران رو سرزنش کنیم قدرت رو به دست اونها میدیم و کنترل رو از دست خودمون خارج میکنیم. پس از الان به بعد میخوایم نسبت به هر اتفاقی کنترل رو دست خودمون بگیریم. دیگران مقصر نیستن. ما طبق انرژی درونی خودمون جذب میکنیم چیزها رو، اتفاقها رو، آدمها رو، رفتارها رو. برای خودمون کار کنیم. دیگران رو بذار کنار. از الان به بعد اینکه بچه‌م نمیذاره، همسرم نمیذاره، خانواده‌ام مانعم، اینها رو بذار کنار. روزی 1 ساعت 2 ساعت آموزش دیدن، کتاب خوندن، هیچ کس نمیاد مانعت بشه. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. همین مفهومه. یعنی من خودم برای خودم میام چی میگن زیر پایی میگیرم. یعنی خودم وقت رو خالی نمی کنم، خودم تمرکز رو ندارم، یا خودم زیادی حرف میزنم با این و بعد اونها رو اجازه میدم ورود کنن و دخالت کنم. بعد اونها که دخالت میکنن انرژی من رو میگیرم یا میگم بیا همسرم باش. نه من اگه یه همسر همراه بشم مثل فلان دوستم دوتایشون با هم یه کتاب میکنن دوره میبینن الان به رشد میکنن. نه من اگه پدر مادر فرهیخته تر بشم الان اوضاع میدم. این جملات که اگر اطرافیانم این بودن من الان این نبودم، یعنی کنترل زندگی در دستت نیست. این رو باید همین امروز باش کنار بیایی که تو میتوانی در سکوت رشد کنی، روی خودت کار کنی، به درونت رجوع کنی و هیچ کس نمیتونه مانع این قضیه بشه جز خودت. پس کنترل زندگیمون رو به دست بگیر. قانون سوم قانون تسلیمه. ما خیلی وقتا مقاومت میکنیم نسبت به اتفاقهای بد، بشه که تسلیم بشیم، دستمون رو بریم بالا بگیم تسلیم، من این اتفاق بد رو میپذیرم، شروع میکنیم مقاومت. نه چرا واسه من پیش اومد، نه برای چی برای من پیش اومد، نه اصلا دلیلش چیه، نه این آدمی چرا با من لج کرده، این آدمی اصلا خودش چی فکر کرده. و کسایی میتونن از دل حوادث مثل یک قهرمان بیرون بیان، چون کارمای خوبی کاری نداره، کارمای بد حوادث، مثل یه قهرمان بیرون بیان و به یه لول بالاتر برسن، صعود بکنن که تسلیم رو بهش مسلط بشن. من زمانی که مقاومت نکنم میگم تسلیم، میپذیرم این اتفاق بعد واسم افتاده، حالا راه حلش چی؟ تمام به اتفاق تمرکز نمیکنم، اتفاق بعد رو میفهمم، میپذیرم، دنبال راه حل میگم، تمام دنبال چیزهای دیگه نمیرم، دنبال حاشیه‌اش نمیرم، دنبال چراییش، اینکه نه اصلا چرا واسه دختر خالم اتفاق نیفتاد، نه اصلا این آدم چرا مشکلش با